من اینه بینتون بچم دو تا رفیق بوده است، رفیق یکم و رفیق دوم. همه مسئله شرطش نویستن دکار، یک بار نقص فهمیدن دکار. هر دو همین رفیق انده یک جایه 8 بطون و 3 تقسیم 4 سامانی پولاشون بوده است. فهمیدیم؟ نگاه کنید، مثلا رفیق یکمنده اگر 2 سامانی پولش بود گوییم، رفیق دوم چند پولش میشد؟ 8 بطون و 3 تقسیم 4. انا این پول رفیق یکم گرفته میپرتاییم، ترکیس میشد. فهمیدم؟ انا کو نگاه کنید، گفتاست که انا این رفیق دوم رفیق یکم به 1 سامان قرض داده است، یعنی پول اموقه بود کو 8 بطون و 3 تقسیم 4 مینوس x بود کو با انمی پولش 8 بطون و 3 تقسیم 4 مینوس x 1 سوم کم کردن مینوس 1. رفیق یکم پولش x بود و 1 سوم این رفیق دوم گردگر چند پول میشد؟ x پیلوسی میشد. فهمیدید می؟ بید انا اینجا کمکک ساده کنیم. من این عددی آزاد x y نه، اینم عددی آزاد 8 بطون و 3 تقسیم 4 یک ترک کنیم اگر چند میشد؟ قسمی بطونش بطون میگیریم، قسمی کسرش 0 کو یگه این میشد 8 یک گیری 7 بطون و 4 یکی 7 بطون و 3 4 یکی ترکی x میشد. اکو مسئله گفته است که بعد که انمی رفیقی یکم به 1 سوم قرض داد، پول این رفیقی یکم این رفیقی دوم 1 بطون و یعنی که 1 قسمی 2 1 بطون و 1 2 یکی 1.5 سامان گوییم، 1.5 سامان زیاد شد، 1.5 مراتبه زیاد شد. مراتبه این معناش چیزه؟ انا این رفیق دوم به 7 بطون و 3 4 1 ترک x به 1 بطون و 1 2 1 ضرب کنیم اگر یعنی پول رفیق دوم اما مراتبه زیاد کنیم، پول رفیق یکم به برابر میاد، برابری x پیلوس 1 میشه. گفتگی گپ. اگه همین معادله کار کرنده کار برای کار کردن چه میکنیم؟ اول قفس کشودن در کار کو. قفس کشودن به انا این دو تا کسری درست اینا نادرست به میگردونی، نادرست به گردون دوستگی اینده 7 4 به ضرب میزنی 28 میشد. 28 به جمع کنی 31 میشد. 31 4 1 ترکی x ضربی انا اینم کسری درست ضرب زدن ممکنه نمیتونه زده، هم به کسری درست نادرست به میگردونی 1 کره 2 2 انا یکی صورت کتی 3 2 1 میشه. تمامی برابری x جمع 1. انا کو برای که قفس کشویی این عدد درینی قفس به اعضا ضرب میزنی، یک بار 3 2 1 به ضرب میزنی، یک بار دیگه 3 2 1 x به ضرب میزنی. 31 تقسیم 4 ضرب 3 2 1. فهمیدید می؟ انا این مینوس خودش آوره ماندیم. 3 2 1 ضرب x 3 2 1 ضرب x عدد حرف به ضرب زنی منانگی علامتی ضرب قاعده نمی نویسی. برابری x جمع 1. نگاه کنید 31 برای کسر به کسر ضرب زدن چیکار میکنی؟ صورت به ضرب میزنی، مخرج به ضرب میزنی. میبینی پیش از ضرب زدن اختصار شود، یگان عددی صورتنگی و مخرجنگی یگان چیز به تقسیم شود، همون به تقسیم میکنی. حالت حاضره ما به این خیلی نه. پس 31 3 به ضرب میزنی چند میشد؟ 93 تقسیمی 4 هم 2 به ضرب میزنی 4 کره 2 8 مینوسی 3 تقسیم 2 x برابری x جمع 1. برای معادله حل کردن انا این x دارای یک طرف به عددهای آزاد رو به یک طرف گذراندن مدکار. عددی آزاد گفته انا این عدد کتی این 1 x داره که انا این مینوسی 3 تقسیم 2 مینوس بودن به ایلا بگرزانیم پیلوس شده مگذارد ما به نقص، یعنی x جمعی میشد. این مینوس ایلا بگذاشته است 3 تقسیم 2 x شد. فهمیدی؟ از بس که این چیز
ایلا بگذاشت انا یگه اکو عددی آزاده این طرف رو میگذرانی. پس صاحبی خانه انا این خودش می ایستد 93 تقسیم 8 مینوس 1 میشد. فهمی؟ اکو این حساب میکنیم. دو مخرج عمومی دو کو دو ضرب ایکس دو ایکس جمع 3 ایکس کتی چند ایکس میشد؟ 5 ایکس تقسیم 2 برابری اینجا نگاه کن 93 مینوس 8 8 مخرج عمومی کو 93 8 گیریم چند میشد؟ 93 8 گیریم 85 85 تقسیم 8 میشده است بچه جان. اگه این ایکس میوی ایکس برابری انا این چیز 85 تقسیم 8 تقسیمی 5 تقسیم 2. برای تقسیم کردن کسر به کسر چه میکنی؟ این تقسیم شونده خودش می ایستد 85 تقسیم 8 خودش می ایستد. این جای تقسیم ضرب میمونی سونی تقسیم کننده یا مخرج و صورت جاش اولوش چپه میکنی 2 5 1 می نویسی. فهمه؟ یک بار دیگه تقسیم جاش به ضرب میمانی تقسیم کننده مخرجش صورت می نویسی صورتش مخرج می نویسی. اکو بینیم اگر این کسرها اختصار شونده شد 2 کتی 8 اختصار میشد کو 2 هم 2 به تقسیم میشد 8 هم 2 به تقسیم میشد 2 به تقسیم کنیم 1 8 2 به تقسیم کنیم 4 85 و 5 هم همین طور هر دوش هم 5 به تقسیم میشد 5 5 به تقسیم کنیم 1 85 5 به تقسیم کنیم اگر 17 میشد می 17 انا کو نگاه کن این خط زدگی های حساب نمیگیری این بالونگی های حساب میگیری 17 کره 1 17 4 کره 1 4 این برابری انا کو کسری درست به نویسی کسری درست به نویسی 17 4 به تقسیم کنی 4 بوتون و 1 4 1 این پولی رفیقی کدام ایکس رفیقی یکم جواب رفیقی یکم پولش چند بوده است 4 بوتون و 1 4 1 سامان پولش بوده است. اگه برای رفیق دوم یافتن یعنی یک بار دیگه کار میکنی رفیق دوم پولش 8 بوتون و 3 4 1 ترکی 4 بوتون و 1 4 1 نگاه کن از که مخرج های اخیله اقسمی بوتون ترک میکنی 4 مخرج خودش آوره نویسه میمونی 4 از صورت ترک میکنی از یکی گیری 2 اگه 2 4 اختصار شونده کو بنابر همین اختصار کرده میگیری 4 بوتون و 2 به تقسیم کنیم 1 4 2 به تقسیم کنیم 2 رفیق دوم پولش 4 بوتون و 1 تقسیم 2 بوده است رفیق یکم چند پول داشته است 4 بوتون و 1 4 1 در اول پول داشته است من سنجش کردم به پولی هر دو رفیق جمع کنیم چی با آبشی پول میشد می 8 بوتون و 3 تقسیم 4 نگاه کن 4 بوتون و 1 تقسیم 4 جمع اینه نگیریم و انا اینه نگیریم یک بار هر دوش به هم برابر کو مخرج 4 بودن به مواب قلای میشد 4 بوتون و 2 تقسیم 4 مخرج اخیله قسمی بوتون به جمع کنی 8 مخرج خودش آوره میمانی 4 1 جمع 2 3 انا یکی از راه ها همین راهی که به واسطه معادله حل کردنی مسئله مگود انا من خیلی کرده حل کردیم فهمون بچم فهمو باشد خنزنتون شد